داستان ما از اینجا شروع میشه که تو محله ما تو خیابونا قبلا، نه الان دیگه کسی با کسی سلام نمیکنه. حتی پیرزنای خرافاتی میگفتن اینو جنا دزدیدن. البته من این خنده من که میبینیم حالا اینه که من دارم مثلا چه طرز فکرها عجیبی داشتم، مثلا این بچه بوده جن اونو دزدیده، ولی که دیگه بچه‌ها خودتون میدونید جن و اینا اصلا همش فیلمه. بعد این همه گشتنا حتی داخل چاه ها هم گشتن. یکی از دوستای خودم داخل چاه هم رفت. تو اون لحظه من خودم با چشم دیدم وقتی اون دوستم داخل چاه بود، یکی از همون همسایه‌ها که داشت کمکمون میگشت یه لحظه حالت جنون مانند به چشش گره، یه سنگ بلند کرد که بزنه تو سر رفیق ما. یه صداش کردیم گفتیم ده چیکار میکنی؟ گفت خواستم با سنگو بذارم این طرف که اون راحت تر باشه داخل الان چایی که داره میگرده. آقا پیدا نشد بچه، گریه میکردم، مادرش خیلی بیتابی میکرد. وارد روز دوم غروب داشتیم میشدیم. اسم اون از همین الان بگم من اسماشونه چون که من توی محلیم نمیتونم بگم، و اسم دختر کوچیکه که گم شده و میگم زینب، و اون قاتلی که جنون داشت و ما از همین الان میگیم حسن. خب شب بوده دیگه، داشته شب میشده، بچه خواهر یکی از دوستای من میبینه که همین آقا حسن یه پلاستیک مشکی دستشه داره میره کجا؟ سمت سدل زباله 2 خیابون ورتر. بازم دستش درد نکنه، شاید خیلی اگه جا بودن اصلا یادشون میرفت. چی میگم؟ اومد خونه طوری که الان دوست خودم واسم توضیح داد. گفت به من، گفت دایی من یه چیزی دیدم. گفتم چی دیده دایی؟ گوی آقا حسن هست همسایمون. چی شده؟ گوی پلاستیک مشکی دستش بود رفت. همین کافی بود چون که همه دنبالش بودن. گفت کجا رفت؟ گفت فقط هم رفت برد تو سطل آشغال انداخت. خب گفت انداخت اونجا، یواش بی سر صدا بقیه مردا رو خبر میکنن، میرن سر سطل آشغال، در پلاستیک رو باز میکنن و با صحنه خیلی غم‌انگیزی روبرو میشن. زینب داستان ما، البته فرشته کوچولو، کشته شده بود، به طرز فجیحی تجاوز بشده بود. من خودم وقتی یادش افتادم حالا بد میشه. تجاوز بشده بود. خلاصه همه رفتن در خونه و آقا حسن، مامورا هم رفتن. جالبی بود که مامورا با مردم تو که رفته بودن در زمان در واقع بفرمایید چی شده؟ بهش گفتن تو خبری از بچه پیدا نکردیم و هرچی میگردیم پیداش نکردیم. گفت نه هرچی گشتم خیلی هم ناراحتم، منم یه بچه اندازه این دارم. جالب اینه که الان میگم که چی شد که این بچه گم شد. گفت منم یه بچه دارم اندازه اینه، خیلی براش نگرانم. وسط همین حرف زدن ها یکی از اهالی محل دیگه طاقت نیاورد و با بوکس زد دماغش شکست. همینطور که افتاد تو حیاط ریختن سرش و کتکی زدن تا تو پاسگاه. حالا کار نداره. بعد الان این داستانی که دارم میگم الان بیشتر ایرانیایی که کانادا هن فکر نکنن مثل اتاق بازجویی‌های اروپایی ما که بیان از یارو سوال کنن باید مدرک داشته باشن تا بتونن دستگیر کنن. این چیزا نیست. توی میبرنت اونجا تو دیگه مجبوری
بگی این کارو کردم دیگه، میدونی چه برای سرت میارم. طریقه کشتن رو توضیح داد. الان مهمترین جاش طریقه کشتن این بچه است. شما اینجا میتونید درصد پست بودن یک انسان رو بفهمید. چی شده بوده؟ همون جایی که بچه از خونه گفتم زور رفت بیرون که دیگه غیب شده. این همیشه با بچه حسنه بازی میکرده. از قضا حسنه بچه هاش رفته بودن شهرستان، خونه پدرشونه، حالا خونواده زنش. زور میاد در خونه شونه میزنه، همونطور با اسباب بازی که داشته، خرسی که تو دستش داشته، همون در میزنه کیه منم همون حسن. حتی مثلا مثل ما روونم نمیتونه حرف بزنه قدر بچه بوده. گفته که چی میخوای؟ میخواستم با زهرا بازی کنم. بهش گفته که آره زهرا داخل، برو تو اتاق، اون تو حیاط هم نیست، داخل اتاق بریم بشینیم بازی کنیم، من تو حیاط میشینم. گفت به محضی که رفت داخل در حیاط قفل کردم، دویدم داخل. اون دخترم خود جسم جونی نداشت، سریعا از پشت سر دهنشو گرفته و در حالتی که زنده بوده بهش تجاوز شده. در حالتی که زنده بوده دختری که اینقدر بچه است، اگر میمرد خیلی بهتر بود. و بعد از اون گفتم کناره به کسی بگه، خیلی هم بیریا بود بیچاره. همین قاتل داستان ما خیلی بیریا داشت میگفت که برای کناره بگه و اینا دستم رو بشه. منم سرشو کردم تو آکواریوم ماهی داشتن، از پشت گردن تو اون حالت بعد سر دختر رو کرده بوده تو آکواریوم. گفت ایستادم تا موقعی که دیگه مطمئن شم مرده. 2 دقیقه بعدش هم تازه درش آوردم. خب بعد چه کار کردی؟ گفت دیگه شما داشتین دنبالش میگشتین. دختر گفت موقعی که داشتیم دنبالش میگشتیم خونه به خونه کجا بود؟ گفت همینجا تو پلاستیک مشکی اون شما نمیدیدینش. دختره رو گذاشته بود تو پلاستیک آشغالی پشت در حیاط. مامورا هم میومدن تو میرفتن. به نظرتون خب میمونه تا غروب که دیگه همه میرن. خب دیگه هیچکی پیداش نمیکنه. خونه به خونه هم گشته بودن دیگه خیالشون راحت میشه که نیستش. بعضی هم گفتن شاید دزدیدنش، هم اینا که بچه میدزدن، که از کار خدا گفتم بچه خواهر دوستم این صحنه رو میبینه. خب آقا این حسن چی بگم، من دوست کلمه بد به کار نمیبرم. این عوضی این پستر از یه زن حامله داشته که معلمم بوده. زنش معلم بوده، حامله بوده و بجز اون یه بچه زهرایی که به همسن زینب که کشته شده بوده داشته، زنش هم باردار بوده و چند ماه دیگه قرار بوده یه بچه دیگه هم گیرش بیاد. اولین کاری که کرد تا برگشت همش خبردار شد، همونجا مستقیم طلاق گرفت. اعدام این سگ کثیف. 3 سال بعد همونجا ببخشید من دستمو میکشم چون که محل است. 3 سال بعد سر همون خیابون اعدامش کردن. جالب اینه جونش هم دوست داشت، دست پا میزد که اعدام نشه. تو باید اصلا خیلی زودتر میمردی، تو باید اصلا با بند نمیمردی، تو باید خود به خود میمردی. کثافت. الکی هم یه مدت خودش هم زده بود به دیوونه بازی که دادستان ردش کرد و یعنی میخواست بگه من دچار جنون آنی شدم، ولی که همه میدونن جنون آنی فرق میکنه با برنامه ریزی. قتلی که برنامه ریزی شده باشه قتل عمده. این بهش گفته بیا تو، بعد میدونسته بچهش اینجا نی، بعد بهش گفته برو تو اتاق، اومده در حیاط قفل کرده، بعد رفته پلیس. این برنامه ریزی شده است، میشه قتل عمد و اعدام شد و به سزای اعمالش نرسید. من دوست داشتم این شخص 2 بار اعدام بشه. الان نظر شما چیه؟ نه حتما نظراتتون رو بنویسید، همه رو میخونم، به همه جواب میدم و از اینکه تا اینجا با من بودید از همتون ممنونم. خدا